سلام و نوروزتان مبارک. اگر در افغانستان هستین استری مشه، امیدوار هستم تکړه و تندرست باشین. در تاجیکستان نغز و ساز و تینج و در ایران هم دمتان گرم باشه. میپرسین که چرا با کلمات رایج در سه کشور با شما سلام علیکی کردم؟ یک لحظه بعد براتان خواهم گفت. در این برنامه خاص و ویژه نوروزی ما امید مرزبان با شما هستم و در کنارم به اصطلاح کابلیات دو تا گلموره شیشتن. اکی طاهر همکارم از بخش تاجیکستان، یار گرمابه و گلستان، دوست 18 ساله نشست‌های گوهربار هفته‌وار ماست. همونطور نیست طاهر جان؟ درود بر شما و تمام دوستان از افغانستان، ایران و تاجیکستان. و همچنان پریسا را با خود دارم. همکار و دوستم که چندین ساله با هم دوستیم، در یک محله هم زندگی میکنیم و بدون کدام مخالفت و ممانعت در فضای همدلی از یک نانوایی هم نان میخریم. پریسا جان سلام عزیزم، خوبی؟ سلام، من سلام میکنم به شما و همه بیننده‌هاتون در افغانستان. اکی طاهر، نغزی، سازی، سلامت باش. سلامتی هایت خوبه؟ همه خوب. شکر. چطور نوروزتان در تاجیکستان؟ چی کردین تا به حال؟ شروع شده نشده؟ نوروز که مثل افغانستان و تاجیکستان، در افغانستان ایران در تاجیکستان از اولی ماه مارچ شروع میشه و جشن و مراسم های عیدانه همچنان ادامه دارن و از فردا که دیگه تعطیل هم هست و مردم بیرون ریختند و مهمانای زیادی هم هستند. پریسا جان از خود بگو، در ایران چه حال و احوال؟ در ایران از اول اسفند دیگه جشن شروع میشه، خرید کردن شروع میشه، همه دیگه آماده میشن برای چیدن سفره هفت سین. ولی تو ایران معمولا اینجوریه که دقیقه 90 خیلی از کارا انجام میشه، یعنی همه صبر میکنن تا روز آخر، بخاطر همین خیابونا روزای آخر خیلی شلوغ تره. و دیگه فردا که دیگه فکر کنم دیگه همه شاید. ما یک ویدیویی داریم از تهران، بیایم ببینیم که در تهران چه میگذره، بعد از اون با سر میزنیم به افغانستان. امیدوارم من گریم نگیره. مرسی، واقعا دلم یکم باز شد. تو افغانستان میشه بهمون بگی چی میگذره؟ ویدئویی دارین از افغانستان؟ بله، ویدیوهایی داریم از افغانستان، اما از سالهای گذشته. علتش این است که در چند سال گذشته که طالبا حاکم بودن در افغانستان، نوروز را در کل منع کردن، یعنی از نگاه رسمیات روز مرخصی می بود، معمولا روز اول سال و دوم سال همچنان. ولی طالبا پس از حاکمیتشان نوروز را به حیث یک سال نو میپذیرن، اما نه به حیث یک جشن سنتی قبول ندارن و برداشت از اونایی است که در دین اسلام جای خاص نداره. به هر حال علت در کل چنین به بهانه و برنامه‌ها بهانه میشه برای یک تعداد از فعالین حقوق زنها که حرفا و گفتنی هایی دارن، یک آمدن تعداد از اونها یک کمپاین را شروع کردن به خاطر بلند کردن صدای دخترای افغانستان که از حق تحصیل و کار محروم هستند. بیاین چند تا پیام از اونها رو هم در همین برنامه بگنجانیم، بشنویم با هم. بعد از اون میریم باز ویدیوهایی میبینیم در افغانستان چگونه جشن نوروز سالهای گذشته تجلیل میشد. نوروز آغاز دوباره برای امید، همدلی و پیشرفت است. آرزو دارم که این بهار صلح و شادی را برای تمام مردم سرزمینمان برمغان آورد. نوروزتان پیروز و دلتان بهاری باد. تو می توانی دل را خرد کنی، اما هیچ کس نمی تواند مانع آمدن بهار شود. برآمد باد صبح بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک باد این سال و همه سال، همایون باد این روز و همه روز. همان گونه که طبیعت دوباره رشد می کند، زمین سبز و شکوفا می شود، انسانها هم تغییر پذیرند. پس بیایید این سال را برای تغییر و تحول در افغانستان تلاش کنیم. برای برابری، عدالت و آزادی مبارزه کنیم. نوروزتان مبارکات. این بود پیام شماره از فعالین حقوق زن که با امید از اینکه سال متفاوت‌تر و بهتر داشته باشند
البته حالا هم میتونیم یک نگاه کوتاهی بندازیم به آنچه نوروز در سالهای گذشته چگونه در افغانستان تجلیل میشد و اگر از جریان مراسم و ویدیو چیزی نفهمیدین لطفا از من بپرسین که بگویم چه اتفاقی میفته در تصاویر. شاید بعضی تصاویر آنقدر آشنا نباشه برای خودت، برای ایسا و برای طاهر، برای خودت. من یه چیز اون اول نفهمیدم. اون یه سیره بود، اون چی بود داشتن با هم حمل می‌کردن؟ انتظار داشتم این سوال رو بکنیم. من فقط می‌دونستم که بلخ بود، اما اون مراسم راستی یادم رفته که چی هست. ما در روز نوروز در افغانستان، مخصوصا در ولایت بلخ افغانستان، شهر مزار شریف و همچنان در بعض جای در کابل زیارت‌هایی داریم موسوم به حضرت علی. زیارت سخی اسمش هست. بعد در اینجا پرچم هست که ما در افغانستان به او جهنده میگیم، چیزی که میجهه. در روز نوروز مردم نظر میگیرن، میان اونجا و این جهنده را بلند میکنن تا ای که پرچم در اهتزاز بیایه و جهش پرچم دوباره آغاز شوه. با 40 روز این پرچم بلند میمانه یا علم، بعد دوباره پایین میارنش تا سال نو که البته آغاز دعاخوانی ها است به خاطر سال نو، ختم قرآن میشه و از این حرف های دیگه. در پهلویش بازی هایش هم دیدین که بازی های بزکشی بود اونجا، مثلا بعضی کودکا و پسرها و دخترها با هم بازی میکردن. ولی دوباره یاد بتونم به شما که این ویدیو از امسال نبود. امسال این ویدیو چون این جشن انتظار نمیره در افغانستان، ولی ممکن است در خانه ها مردم جداگانه با خانواده های خود و اینا این جشن. بعد چه اتفاقی برای اون پرچمه میفته؟ یعنی اونم دیگه نمیتونن در انظار عموم بلند کنن؟ سالهای پیش اتفاقا این کار را کردن مردم، ممانعت خیلی جدی نشد. امسال هم ببینیم که چنین میشه یا نه. حالا بگم اندکی درباره این میز گپ بزنیم پریسا و طاهر. من یه سوالی دارم اول راجع به این سه تا. خب این شبیه مارتینیه که توش یه مقدار آجیل ریختن. من نمیدونم. طاهر شما میزی دارین؟ ما از این نداریم، واقعا نداریم، اما میدونم که داخلش زردآلو داره، پیسته داره و اونا رو منم میدونم. ولی میخوام بدونم این مایعه چیه. بعدن میشه که هر کدوم اینو طعمش و مزهش ببینیم و بفهمیم دقیقاً داخلشون چیه. اول فقط من ببین آلبالوه، این آلبالوه یا کشمش. ما بهش کشمش میگیم. گفتم مویزه. دلمو خوش کردن، فکر کنم ما به این هفت میوه میگیم. هفت میوه از غذاهای خاص نوروز است که در افغانستان تهیه میکنن. 7 نوع میوه خشک رو اینجا میگذارن. البته نپرسین چی هست داخلش، برای اینکه 7 تا برای من سخت است همشه بگویم براتون که چیه. من میدونم اینا هر کدوم چیه، ولی ما به اینا مثلا میگیم آجیل، ولی خب زردآلو رو میوه میگیم. ولی اینا مثلا میشه 7 مغز مثلا. بعضی چیزایش مثلا ما یک چیز میگیم، شما چیزای دیگه میگین، بعدن به اون مرحله میرسیم. حالا بخش صحبت‌های هم داریم در رابطه با اینکه چقدر در زبان‌ها و در صحبت‌های ما شما بعضی چیزا شیرین هست که ترکیب‌ها متفاوت. این ترکیب‌ها هم متفاوت. خب حالا طاهر جان از هفت سین به ما بگو. هفت سینی که در تاجیکستان هم می‌سازن از همین چیزا تهیه میشه. سیرکا، سیب است، ما سنجید میگیم، سماق. خب سیر، سمنو و سیکه که خب اتفاقا سیکه‌های ما خیلی کم از امسال. سیکه‌های چیکی هم هست. نشونشون بیاریم بالا. مردم می‌بینن که داره. تشکر. خب به هر حال در افغانستان هم این هفت سین تقریبا به همین شکلش داریم و ما یک چیز دیگه هم داریم البته در افغانستان که ما تخم مرغ را می‌جنگانیم با هم دیگر. یکی از بازی‌های جریان نوروز است که بعدا ما شما این مسابقه خواهیم داشت با هم دیگر و هر کس برنده شد 7 میوه می‌خوره. ما 3 نفریم، چجوری باید مسابقه بدیم؟ خب دو نفر با هم، هر کی باخت از بازی حذف است. پیشتر شروع می‌کنه. فریسا جان حالا بگو خودت این سفره هفت سینه شما هم هست یا
بله تقریبا یکیه. ما هم همینا رو داریم دقیقاً. سیر، سنجد، سیب، سماق، سرکه، سمنو، سکه، سبزه هم ما داریم، سنبل هم میزه. من همیشه وقتی میشمارم بیشتر از 7 میشه ولی داریم دیگه. معیار مشخصی هست که چیه که با سین شروع شود، کدام چیزی که با سین شروع شود روی سفره 7 سین باید گذاشته شود؟ دقیقاً باید همینا باشه. ولی مثلا یه موقع سنبل پیدا نمیشه، به جاش نمیدونم سکه میذاری، سرکه. مثلا یه سری چیزا همیشه هستن، مثلا سکه همیشه هست، سمنو همیشه هست، سماق و سنجد همیشه هستن، سیر ممکنه سیر همیشه هست، ممکنه حالا معمولا میگم سر سفره من میشمارم هر دفعه بیشتر از 7 میشه. تشکر. خب پریسا یک سوال ریاضی. چرا 7؟ قرار بود سوالای سخت نپرسی و من واقعا نمیدونم، ولی حدس اینه که به خاطر اینکه عدد 7 عدد شانس بوده همیشه و از خیلی قدیم بوده دیگه. من خیلی راجع به اون خیلی قدیم اطلاعات ندارم، ولی کلا نوروز برای ما یک جشن باستانیه. حالا میخواین شما هم بگین تا بعد برگردیم. نه منم فکر گفتم شاید از اون خاطر باشد که رقم 7 از تمام ادیان رقمی نمیدونم از کدام جهت مقدس حساب میشه، رقمی نمیدونم نقلی 7 آسمان میگن، 7 آسمان و 7 طبقه آسمان و 7 طبقه اینجا و اونجا، ولی راستی منم نمیدونم چرا. ما ممکنه از افسانه ها اساطیرمون بیاد، ولی میدونم که این عید برای ایران حداقل یک جشن باستانیه و اتفاقا حکومت هم خیلی در طول این چند دهه تلاش کرده که اینو یک ذره خاموشش بکنه، این شادیه رو یه ذره لولش رو بیاره پایین‌تر و عید فطر رو بیشتر جایگزینش بکنه، یعنی تلاش کنه که مردم عید فطر رو بیشتر بهش بها بدن. ولی خب این اصلا توی خونه ها جا باز نکرد و مردم اصلا هیچ گزندی به عید نوروز نرسید و مردم همچنان این همون قدیما جشن میگیرن. اتفاقا امسال عید فطر و عید نوروز هم با هم نزدیک هستن. زمان شوروی میخواستن عید نوروز رو چون جشنی مذهبی میپنداشتن و ممنوع کرده بودن و گفتن به این نوروز نگوید جشنی گل لاله، و اونم چند سالهای مثلا جشنی گل لاله میگفتن تجلیل میکردن، ولی در خونه ها همیشه نوروز بود. و من اینجا میخواستم بگم که ما در تاجیکستان خب از بس که سال میلادی داریم هیچ وقت سال نوتون مبارک نمیگیم، میگیم نوروزتون مبارک. مثلا سال نو مبارک نمیگیم، فقط میگن شما نوروزتون مبارک. اما ما هر دو رو میگیم. و یادمون نره که البته نوروز در کشورهای دیگه هم تجلیل میشه، مخصوصا در آسیای مرکزی، آذربایجان، کردستان، اطراف عراق و اینا همچنان. طاهر از آسیای مرکزی کشورهای دیگه چیزایی میفهمید، مثلا در ازبکستان چی میکنن در جریان نوروز؟ بیشتر شبیه همین تجلیل خود ما شما هست یا که در ازبکستان که عینی تجلیل نوروز عینی تجلیل جشن نوروز در افغانستان و ایران و تاجیکستان است. قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان اندک شاید تفاوت داشته باشند، اما همشون هم نوروز براشون جشنی شادی است. ما یک دوستی داشتم از تاتارستان بود، اونها هم در اونجا تجلیل میکردن. دوستای از کردستان داشتم که اونها هم فرهنگ‌های خاص خود داشتن، حتی همین اسم نوروز، همین کلمه نوروز را با ریشه های زبانی و فرهنگی خود ارتباط میدادن. یک تعداد از دوستایم از تاتارستان بود، با وجودی که به زبان روسی حرف میزدن اکثرا، بعد میگفتن این نوروز که از کلمه قدیمی زبان خود ما هست. ولی وقتی ازشون میپرسیدم که نو یعنی چی، نمیفهم، روز یعنی چی، نمیفهم. آره شکل زده میشن اکثرشون. ولی نوروز خیلی غریبه هم نیست برای حتی غربی ها، بخاطر اینکه خودشون هم ایستر رو دارن که ایستر هم یه مقدار سنت ها شبیه به کاری که ما در نوروز میکنیم. خیلی شبیه است. این هم نشانهش مثلا این تخم مرغ رنگ شده اکثرا در سفره های ایستر هم هست. بینید برنامه ویژه نوروزی از صفحات اجتماعی وبسایت رادیو آزادی هستین. من امید مرزبان و طاهر سفر و پریسا 3 نفر در این برنامه نوروزی با شما هستیم. حالا یک بخش بحث‌های ما این هست که بعضی چیزها را ما در افغانستان با یک نام یاد میکنیم، در تاجیکستان طاهرشون به دیگر نام یاد میکنن و در ایران هم پریسایشون به دیگر نام. بگذارین از همدیگر خود بپرسیم که چی رو در کشور خود ما چی میگیم. شروع میکنیم با این. پریسا، این حیوان چی میخوره؟ خیار؟ بادرینگ. شما خیار میگین، در تاجیکستان بادرینگ و ما بادرنگ. شما نزدیکتر میگین باز به هم. این دومیش چی؟ ما به این میگیم هویج.
با همون سگ یا با اونی که تو دهن سگ. شما چی میگی؟ شما سبزی نارنجیه که برگش سبز است دیگه. خب خیلی وقت اونو نداره. حداقل ما نزدیکتریم به زردک. ما زردک میگیم. ولی نارنجیه. بازم هیچ زرد که هیچ کدوم از اونها نیست. خب حالا هویج از کجا شد؟ اصلا نمیدونم. این بعدی اینه. اول که اون حیوان چیست؟ سنجاب. و سنجاب در این که اختلاف نظر نداره. بعد سنجاب چی داره با خود؟ گردو. چهارمغز. ما هم با اون چهارمغز. قشنگه چهارمغز قشنگه. بهش میخوره چون توش مثل 4 قسمت. بله 4 قسمت مثل مغز معلوم میشه. خب امید جون میدونم که برنامه خودت از تقداری بیشتر بپرسی، اما اگر اجازه باشد من برنامه همه ماست. منم یک سوال بکنم. پریسا جان از خودتم. من چه؟ اینجا چی نوشته شده؟ فارسی است. شعر است فارسی و از سعدی هم هست. او آره. و این الفبا بلد هستی پریسا؟ نه. من اصلا فقط چند تا حروف رو میفهمم. کدومش؟ A P O M A. اون با انگلیسی هم هست ولی این الفبای سریلیکه. امید سعی کن خودتم خوب نمیتونی. میازار موری که دانکش است. واقعا فارسی است. خب ما در تاجیکستان که فارسی با سریلیک می‌نویسیم. البته بسیاری هم نمیدونن. بعضا هر وقت یک همکاری خودتون اومده بود و من یک کتاب گرفتم دستم میخوندم و خوندم. غزلی سعدی بود و اونم شیراز بود. اونم از شیرازی بود و گفت این چی؟ این فارسی است؟ گفتم بله فارسی هست. گفت سعدی است؟ گفتم برای سعدی است. کدوم حروف است؟ حروف سریلیک. و اینجا ماره برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. این روز و همه روز نوشتن اما میگیم همایون بادت امروز و همه روز. عالی. تشکر. ما یک قصه بکنم برای پریسا. ما و قصه من و طاهر است. یکی از روزا به طاهر نوشتم، مسیج دادم، گفتم طاهر سلام چطوری؟ بعد نوشته کرد که کورم. که او بله با انگلیسی KORAM کورم. من فکر کردم یه چشمام کور شده. دوباره بهش زنگ زدم آجل طاهر خوبی چی هر خوبه هم چی؟ من گفتم یعنی چی نوشته که دی کورم؟ گفت نه کارم. کار. من دفتر هستم کار میکنم. اینا بله با اور با اون شکل می نویسن. جالب است. به هر حال گاهی ما جالبی است که ما با همدیگر صحبت کرده میتونیم تلفنی ولی پیام نوشتن نمیتونیم. فقط هم زنگ میزنیم. باید زنگ بزنیم چون طاهر بعد خوب است. تعداد زیاده مثل طاهر هستن بدون شک. البته همکارای ما در بخش تاجیکستان که این الفبای عربی که ما شما استفاده میکنیم. ما ایرانی‌ها چیزی اختراع کردیم به اسم فینگلیش. یعنی فارسی رو انگلیسی می‌نویسیم با حروف انگلیسی. ما همین با امید عین کارو میکنیم اما ما به جای مثلا کار ای نمی نویسم آ می نویسم و این چیز سوی تفاهم پیش میاد که بر رفیق هم گفته بود که طاهر کور شده. من دفتر فکر میکنم رسیدیم به اون بخش مهم برنامه، اویی که باید یک مسابقه بکنیم و بعد از مسابقه هم بخور با گفته استمد آقا. حالا ببینیم که کی برنده مسابقه میشه. مسابقه ما هم مسابقه تخم مرغ جنگی است. خب حالا طاهر یکی از اینا رو انتخاب کن، پریسا جان یکشو انتخاب کن. بدل خود پخته است. مطمئن باش نه خام نیست. مریض اینجا. نه. و اینم از من. از اینجا از هر کی شکست بازی رو باخته. میشه شروع بکنین پریسا و طاهر اول. من با بزنم. این بیچاره رو نکش. ولی بگی که از دستت نیفته. ما معمولا با این شکل میگیریم. این شکلی آره. نه. او طاهر باختی. من باختم تو باختی. حالا نوبت من شماست. بیا پریسا جان.
من بردم فکر میکنم. ایشون به میدونست به. سیرشه باید شکل بله. خب الان چی اینم میشه؟ من بردم همه شو. این تخم مرغا همه مال من شد. تخم مرغ اشکال نداره، اینا مال تخم مرغ مال تو. از این جایی که من میزبان هستم، البته همه ما میزبان هستیم، به هر حال سفره نوروزی سفره همه ماست. 7 میوه برای همه ما هست، همه ما میتونیم میبریم دوستامون تو استودیو چی من رو نمیشه جلو اینا بخورم. برای اینا جدا آوردیم. بعدم میخوای عوض کنی؟ چرا؟ کدوم شیرین تره؟ اون شیرین تره. از چی میفهمین؟ من می‌خواستم یه چیزی باشه که ترش باشه، فکر کنم اونا آلبالوه ولی گفتن مویزه. یک بار مزه کن ببین. خوبه؟ اون مایه چیه؟ این آب. آب؟ اینو پس چجوری اینه شیرینه؟ این شکلی است که شب تهیه میشه. شیرینی از همه موادی است که در داخل اینجا میبینید. این تو چی شیرینه؟ زردالو؟ زردالو، کشمش. نه این تو سنجده. سنجد هم سنجد هم داره. هست. بله. یعنی 7 دونه زردالو، 2 نوع کشمش اتفاق. چهارمغز همون گردویی که خودت گفتی. چهارمغز یا گردو. طاهر و پریسا، خیلی تشکر از اینکه دعوت من را پذیرفتین و آمدین در این برنامه نوروزی. امیدوار هستم 7 میوه هم شما را مزه داده باشه. خیلی ممنون، خیلی خوشمزه بود. تشکر، مرسی، رحمتی کلان اکای طاهر و از شما بیننده های عزیزم تشکر که تا بال ما را همراهی کردین. سال نوتان مبارک، نوروزتان همچنان سال خوش پیش رو داشته باشین. نوروزتان مبارک. نوروزتون مبارک.